اصحاب پرسیدن یا رسول الله و ما جلاؤها، چی کار کنیم که دلهای ما نورانی شود، منور شود؟ حضرت گفتن ذکر الله و تلاوت القرآن. میخوای که دلاتان منور شود عزیز من، ذکر خدا را بسیار گو. نماز بامداد که خوانده بعد از نماز شینه 33 بار سبحان الله گویه، 33 بار الحمدلله گویه، 33 بار الله اکبر گویه، یا 34 بار الله اکبر گویه. این تسبیح است که حضرت برای فاطمه سلام الله علیها تعلیم دادن. عزیزی من شاید گویه که این ملایشان هم مستن، رنگ ما کار کنن خوشان هم تسبیح نمیگوین. شاید بعضی هم تو میگفتی گسته درست، اما دوستای خدا که این تسبیح ها رو برای ما وظیفه داشتن اونها هم کار میکردن. اصحاب پیغمبر در او گرمای 60 و 70 گرادوسی مکه و